سلام. رسیدیم به باب 22 از تائو ته چینگ. جملات رو میخونیم. اول: آنچه کج است راست باقی خواهد ماند. این ترجمه دکتر نصر ایزوتسو هست. ترجمه دکتر راتور اینه که آنچه خم گردد سرافراز خواهد شد. حالا اولی در واقع اونجوری که دکتر نصر تفسیر کرده، میگه که چون درخت کج به درد نجاران نمیخورد بریده نمیشود و این یه ضرب المثل چینیه که خب اینم جذابه، به متنم میخوره. یعنی در واقع تو متن میگه تفاخر نداشته باشین، ادعا نداشته باشین، خودستایی نداشته باشین، ستیزه جویی نداشته باشین. این به متن میخوره که درختی که مثلا راست باشه در واقع بریده نمیشه. اما ترجمه دکتر اسماعیل پور رو هم بعضیا تفسیر جالبی کردن و اون اینه که اصلا کلا تو این حالا شرق درخت بید شاخه هاشون در مقابل باد کج میشن، یه نمادی از انعطاف انسان در مقابل واقعیته و معتقدن که اگر انسان انعطاف داشته باشه، این انعطاف باعث میشه که نشکنه، یعنی در مقابل مشکلات دنیا نشکنه. حالا این انعطاف میتونه هم جسمی باشه، یعنی اساس ورزش‌های رزمی شرقی یکی از حالا بنیان‌هاش همین انعطاف بدنه. خب انعطاف بدن دیگه حالا داستان خودش داره که تمرینات زیادی داره. یکی هم انعطاف اخلاقه که مثلا زود خشمگین نشه، زود تصمیم نگیره. اینا یکی هم انعطاف در واقع فکره که وقتی مثلا یه چیزی رو قبلا یاد گرفت و به نظرش درسته، دیگه نگه من دیگه کامل شدم و دیگه هیچی نمیخوام یاد بگیرم و فلان و اینا. و در واقع نسبت به علوم جدید منعطف باشه. این تفسیر دوم به یکی دو خط بعدی هم میخوره. آنچه خم است راست خواهد شد. That which is bent will be straight. حالا این دومی میشه گفتش که باز دوره به همین معناست که یعنی منعطف میتونه وقتی فشار بهش بیاد راست بشه، ولی راست وقتی فشار بهش بیاد منعطف نمیشه، میشکنه. یعنی شاخه‌ای که خیلی محکم و راسته میشکنه یا درختی که خیلی محکمه، ولی اونی که انعطاف داره در هنگام سختی صاف میشه. آنچه تهی است پر خواهد شد. خب اینم میتونه منظور از این باشه که فردی که به خصوص از نظر ذهن احساس کنه که ذهنش همچنان نیاز داره به آموزش و چیزهایی که تا حالا یاد گرفته چیزهای 100% نیستن، همیشه به قول ابن سینا یه بقعه امکان داره که هرچی به گوشش میرسه اونجا میذاره. یا اون آیه بسیار 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 مهم در قرآن که میگه که مؤمنان کسایی هستن که یستمعون القول، این الف و لام قول یعنی حرف ها رو گوش میدن، هر جنس حرف رو گوش میدن. خب و یتبعون احسنه، بعد حرف ها رو گوش میدن میبرن داخل خودشون، اونجا با عقلشون اینا رو پردازش میکنن، با معیارهایی که دارن میسنجن، معیارهای درونی خودشون هم میسنجن که کدوم خوبه کدوم بده و یتبعون احسنه، بعد از بهترش تبعیت میکنن. بعد قرآن میگه که اینان که لب دارن، لب به معنای مغز و درون و ایناست که حالا تو اصطلاح شناسی قرآن یه چیزی فراتر از صدر و قلب و فؤاده. حالا اینجا جاش نیست اونو باز بکنیم. خب خدمت شما عرض بکنیم که این از این میگه که آنچه مندرس شود دوباره نو خواهد شد. یعنی اونی که قدرت اینو داره، مثلا یه درختی باز دوره مثال درخت اینجا خیلی تو ذهن نویسنده بوده یا تو ذهن ما، سالا در حال درخت مثلا یه شاخش خراب میشه یا یه برگش مندرس میشه، یعنی افسرده میشه، دوباره میتونه اونو چکار بکنه؟ نو بکنه. آنچه کم گردد به دست خواهد آمد. این هم همونه که اگر کم داشته باشی، حالا اصطلاح یعنی ترجمه ایزوتسو اینه، اگر کم داشته باشی به تو زیاد داده خواهد شد. این هم نشون میده که همون باز اگه کسی مغرور نباشه به داشته‌هاش، هی دائم در واقع میتونه چیز اضافه بگیره. حالا تو چیزای جسمانی هم اینجوریه، مثلا یه کسی که به
استادی در یک رشته مغرور نیست، خب اون تو اون رشته چیز بیشتری یاد میگیره. یا تو فناوری وقتی مثلا یه فنی مثلا مثل تراشکاری یا تعمیر فلان چیزی یاد گرفته، یعنی یه کار فن که با دست و اینا سر و کار داره، اون اگر احساس کنه پر شده خب پیشرفت نمیکنه. خب اگر زیاد داشته باشید دچار تشویش میشوی. زیاد داشتن، حالا زیاد که انسان نداره، ولی اگر توهم اینو بکنه که زیاد داره، اون وقت خیلی دچار این میشه که خب مثلا من در نسبت با دیگران چجوریم. ببینید آدمی که احساس میکنه شاگرده هیچ وقت مشکلی نداره، میگه که خب من شاگردم و باید یاد بگیرم. ولی وقتی فکر میکنه استاد شده، سریع به این فکر میفته که خب من با استادای دیگه چه نسبتی دارم، از اونا بالاترم پایینترم. به خاطر اینم حالا نمیدونم حدیث بود نبود، یکی از استادای ما هم میگفتش که حسادت در میان علما زیاده. خب به خاطر اینکه اونی که احساس عالم بودن نداره، خب حسادت به چی میخواد بکنه؟ میدونه که من ندارم و میخواد یاد بگیره. ولی اونی که احساس میکنه داره، دنبال اینه که این درجهش نسبت به دیگران چجوریه. اگه بحث مالی هم باشه که کاملا واضحه دیگه، کسی مثلا هر قدرت دنیوی، ثروت دنیوی داشته باشه، دائم در اضطرابه که دیگران نیان این ازش بگیرن یا نمیدونم از بین نره تو جهان. خب بند هفتم، پس حکیم به احدیت میپیوندد. اینجا دکتر رادپور واحد نوشته و تاکید هم داره که مثلا اینو واحد بخونیم. حالا اینو باید ببینیم، چون هر دو گروه بالاخره با عرفان اسلامی آشنا بودن، نمیشه خیلی چیز کرد. نمیدونیم هم که مثلا آیا به این راحتی میشه اون کلمه رو که توی متن اصلی چینی بوده به جاش کلمه احد رو بذاریم، کلمه واحد رو بذاریم، چون این توی عرفان اسلامی تفاوت‌های اصطلاحی داره. اینجا حالا ما زیاد واردش نمیشیم. مقام احدیت غیر از مقام واحدیته. خب حالا اینجا به هر حال به یه مقامی از مقامات توحید وقتی فرد متصل میشه، یعنی به اون مقام میرسه، مقتدای جهان میشه. این ترجمه دکتر رادپوره. ایزوتسو میگه که نمونه آنچه زیر آسمان است میشود. این هم بدک نیست. The exemplar for the all things، یعنی یک مثال و نمونه میشه واسه دیگران. در واقع اونم همون میشه دیگه، میشه مقتدا، ولی مقتدای خود اینو واضح تر نشون بده. نمونه آنچه زیر آسمان است آدم اول میخونه به این مطلب نمیرسه. مقتدای جهان قشنگتره. خب 3-4 تا داره که در واقع میگه که او خودنمایی نمی کند، او خود را درستکار نمی شمارد، او خودستایی نمی کند، او پر ادعا نیست و او رقابت نمی کند. این همه در واقع خصایص حکیم تائویه. حالا اگه خودنمایی نکنه تو بند 8 در نتیجه میدرخشد، یعنی نور و معرفت پیدا میکنه. اگه خود را درستکار نشماره یا خودگویی نکنه من ملانم، اون وقت شهرت واقعی پیدا میکنه. ولی اگه بگه من علم من بلم، مردم ازش زده میشن. بنده بعدیش هم همینه، خودستایی نمیکنه، پس فضیلتاش شناخته میشه. چون مردم از آدمای خودستا و اینا خوششون نمیاد. پر ادعا نیست، پس در رأس قرار میگیرد. این هم در واقع میشه که همش تقریبا یه جوره. او چون رقابت نمی کند هیچ کس را نیز زیر آسمان با او رقابت است. این خیلی بنده مهمیه. بند 11. حالا به جای رقابت میشه ستیزه جویی هم کرد و اینا. میگه که حالا دکتر نصر خودش توی تفسیرش گفته که حکیم در صدد رقابت با دیگران نیست، ولی زندگی عادی همه در حال رقابت هم، ولی حکیم با کسی رقابت نمیکنه. یعنی در واقع براش غایت‌های دنیوی براش مهم نیست، بلکه در جستجوی حقیقت و عمل به آن در تمامی امور است. بنابراین دیگران نیز با او رقابت نمی‌کنند. خب این میگه که نفی نصیحت ادیان مختلف نیست که انسان را دعوت میکنن به رقابت در اعمال نیک و کسب فضیلت. بیشتر منظور چیزای دنیویه. خب حالا این یک نوع تفسیر در واقع اخلاقی از بند 11 که خب خوبه، کاملا هم با متن و با عبارت میخونه
ولی بعضی از مفسرین هم گفتن که این اشاره داره به اون مفهوم عمیق وووی، یعنی در واقع کارهاش از طریق بیعملی انجام میده که اون وووی رو توی فصلهای اول کتاب توضیح دادیم که میشه یک نوع کار از درون. مثلا فرض بکنید که شما احساس میکنید مثلا اگر این برنامه اینجوری انجام بشه بهتره، ولی آدم دیگه که اونجا هست میگه نه اینجوری میخوام اونجوری انجام بشه یه جور دیگه. شما اینجا یا باید بری با اون ستیزه جویی بکنی، بگی نه نظر من بهتره، باید نظر من اجرا بشه، اونم میگه نه نظر من بهتره، خلاص دعوا و فلان و این داستانا که کل کار عالم همین، از خیالی جنگشان و از خیالی صلحشان. خب حکیم در واقع نمیاد تو ظاهر تا از طریق ظاهر مثلا با آدم ها ستیزه جویی بکنه یا رقابت بکنه یا بگه این کار درست اون کار غلطه، بلکه با اون باطنش که یک احاطه و قدرت تکوینی داره، بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه به اون فرد از طریق باطن میگه این کار درست است و اون فردم سریع نظرش عوض میشه و میگه اون کار درست است. خب البته این دیگه کار همچین حکیم تائویه دیگه، آدم عادی اصلا نمیتونه بفهم این یعنی چی. ولی این همونجور که تو اون فصل اول گفتیم خیلی مهمه. ما بخوایم به اصطلاح عرفان خودمون بگیم، در واقع اینه که فرد به مقام کن فیکون رسیده یا نزدیک شده. یعنی وقتی مثلا شما یه آدمی فرض کن الان مثلا نمیدونه این کفش رو بخره یا نخره، شما از درون میری داخل ذهن اون فرد و انگار که خودش داره به خودش میگه که من به این کفش نیاز ندارم یا برعکس نیاز دارم و اون از اون تردید رها میکنه که آیا این بخره یا نخره. یا حالا اونجا مثلا خب مثبت منفی نیست، ولی مثلا یه جای دیگه‌ای که ممکنه فرد کار بدی انجام بده، اون حکیم از درون به اون فرد میگه این کار برای من خوب نیست، به جای اون میگه. یه چیزی شبیه در واقع تلقین‌های امروزی تو روانپزشکی و اینا هم هست که اونا هم از بیمار در واقع شرح احوالی میگیرن ببینن که از چه چیزهایی مثلا دچار اضطراب شده، بعد اون فرد رو هیپنوتیزم میکنن، بعد در حالت هیپنوتیزمی مثلا بهش میگن که من از گربه نمیترسم، به جای اون فرد میگم یا من مثلا از نجاست نمیترسم، من مثلا نمیدونم خودستایی را دوست ندارم، من نمیخوام حتما فلانی را شکست بدم و اون جملات رو توی حالت هیپنوز بهش تلقین میکنن که اینا رو قبلا توضیح دادیم. خب این بند 11 به خاطر همین میگم بخوره داستانش طولانیه. آنچه کج است راست باقی خواهد ماند، که این میشه تکرار همون بند اول. بنابراین کل این چیزایی که گفتیم توضیح بند اول بود. چگونه ممکن است این گفتار بی‌معنا باشد؟ خب حقیقتا با پیروی از این اصل است که میتوان تا پایان کامل باقی ماند. خب از کدوم اصل؟ همین اصل خم شدن، نرم بودن، این که تو سفت و سخت نباشی، این باعث میشه که همیشه کامل باقی بمونی. حالا طبق متن ایزوتسو ما اینجوری میفهمیم که اگر مثلا با تمثیل بخوایم حرف بزنیم، اگر اون شاخه درخت بتواند خم شود در طوفان باقی خواهد ماند، ولی اگه نتواند خم بشود از بین میره. حالا اینجا اینم تاکید کنیم که کلاً یکی از حرفای اصلی این کتاب هماهنگی با طبیعت دیگه، که این هماهنگی احتیاج به نرمی داره، یعنی فرد بایستی دائما همونجوری که طبیعت عوض میشه اونم عوض بشه. تو اصطلاح شناسی قرآنی اصطلاح قلب خیلی اصطلاح مهمیه، چون قلب دگرگون شونده است و میتونه نشان دهنده دگرگونی جهان باشه. حالا نمیدونم این مثال تو این کلاس گفتم یا نه، ولی ببینید هیچ وقت ما با دوربین عکاسی نمیتونیم یک مسابقه فوتبال رو منعکس کنیم. نمیتونیم یعنی خوب نمیتونیم منعکس کنیم یا اصلا خوب نمیتونیم منعکس کنیم، چون مسابقه فوتبال در واقع 1 ساعت حرکته یا 90 دقیقه حرکته و شما مثلا 10 تا 20 تا عکس هم بگیرید
اون 1 ساعت حرکت پر نمیشه، ولی میتونی با دوربین فیلم برداری ازش در واقع گزارش بدی. جهان هم یه موجود دائما متغیره و عقل یه مثل دوربین عکاسی یه حالت ثابت داره، مفاهیم و قضایای ثابت داره، ولی قلب در واقع یک نوع دستگاه فهم دائما در حال تغییره. حالا این باید دوباره توی جای خودش توضیح داده بشه، ولی حالا همین اشاره کافیه. بنابراین خب هر جمعه دکتر رادپور از بند 14 میگه اینجوریه: پس راست کار و سرافراز باش و بدان بازگرد. خب این یه ذره فرق داره با اون. اگه ما بخوایم این ترجمه رو مبنا قرار بدیم، بدان بازگرد اشاره میکنه به اون یکی مفهوم اساسیه تا او که بازگشت به فطرت و بازگشت به حالت اولیه و عدم تعین و ایناست که اون رو تو جلسه بکنم 2-3 جلسه قبل گفتیم که بهش پو هم میگن. پو در واقع میشه اون نوزاده که هنوز شکل پذیر نیست. این جزء مفاهیم مهم تائویه که فرد بایستی بعد از این که جامعه اونو تراش خورده کرد، مثل چوب تراش خورده یا الماس تراش خورده شده، این بایستی یک حرکت خلاف مسیری که اومده رو طی بکنه، تعین‌های خودش از بین ببره. حالا تو مثلا اون نقاشی‌هایی که روی آینه قلبش کشیدن رو پاک بکنه تا دوباره این آینه بتونه نشان دهنده حقیقت باشه و اینجوری نباشه که خب شما روی آینه مثلا با ماژیک و فلان اینا نقاشی بکنید یه حقیقت نشون نمیده، فقط یه چیز ثابتی رو نشون میده. قلب انسان بایستی حالت تراش ناخورده داشته باشه، حالت تو عرفان ما بیشتر رو آینه که زنگار نداره تاکید میشه، مثالشون اونه، ولی فرق نمیکنه. شما یه چوب تراش نیافته رو میتونی به هر شکل در بیاری، ولی چوبی که به یه شکل تراشیده شده دیگه شکل دیگه رو قبول نمیکنه. و این خیلی دیگه مهمه که در واقع انسانی که میخواد عارف باشه ثابت نباشه، علاقه به ثابتات نداشته باشه، نه ثابت در شناخت باشه، نه ثابت در اخلاق باشه، نه ثابت در مناسک باشه. حالا ششون میگن که اینو نسبیت گرایی و فلان میشه. این حالا سر جای خودش باید بحث بشه که اون نسبیت گرایی که مذمومه تابعیت از خیاله. این چیزی که اینجا داریم میگیم تابعیت از واقعیته و اینا زمین تا آسمون فرق دارن. اون نسبیت گرایی میگه هر چی تخیل کردی همون باش. این نسبیت گرایی میگه که هر چه جهان واقع هست شبیه اون باش، شبیه تخیلات خودت نباش، یعنی قشنگ در مقابل اونه. کل عرفان اینه که انسان از تخیلات و وهمیات خودش آزاد بشه، حقیقت رو بشناسه و مطابق حقیقت زندگی کنه و رفتار کنه، در حالی که اون برعکسه و اصلا حالا میشه گفت اساس مدرنیسم، وجودی که حالا استادای ما میگفتن اساس مدرنیسم در دکارت خودمحوری معرفتیه، یعنی من محور همه چیم. حالا دکارت چیزای فلسفی گفته، ولی خب این خودمحوری فلسفی یه جورایی در واقع انسان رو از شناخت حقیقت باز می‌داره و اگه خودمحوری اخلاقی هم بهش بچسبه که دیگه واقعی‌لا میشه. و توی اینجور کتابای عرفانی این دوتا خیلی مانع بزرگه و فرد باید برگرده از اون ساخته ها و تخیلات خودش در علم و در اخلاق، باید برگرده به حقیقت. خب فکر کنم به اندازه کافی دیگه گفتیم تا اونجایی که میتونست. خدا نگهدار شما باشه.